سلام، به خبر ساعت 10 شب با من اسماعیل سادات خوش آمدید. برای بحث بیشتر این موضوعات و سایر موضوعات دیگر همکارم احمد شاه شکوهمند را با خود داریم. سلام شکوهمند، وقتت بخیر. در ابتدا اگر از اینجا آغاز کنیم، آخرین جزئیات از نشست منطقه‌ای ایران که در مورد افغانستان بوده چی است؟ سادات، روز گذشته نشست منطقه‌ای با محوریت افغانستان و به ویژه تنش‌های کابل و اسلام آباد در تهران برگزار شد. این نشست منطقه‌ای شامل کشورهای از جمله روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و شماری از کشورهای نزدیک بودند. در این نشست بیشتر صحبت‌های در مورد وضعیت افغانستان صورت گرفت. اما قسمی که خودت هم در لیت اشاره کردی، بیشترین تمرکز در نشست منطقه‌ای تهران در مورد افغانستان و ویژه افغانستان در واقع در مورد تنش‌های کابل و اسلام آباد بود. جنگ‌هایی که میان افغانستان و پاکستان صورت گرفت، تنش‌های سیاسی که هنوز همچنان جریان دارد. در این نشست که امروز وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای در اون مورد بیان کرد، گفت که در این نشست تأکید بر راه حل سیاسی میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته و از طرف‌ها در واقع خواسته شده تا مشکل‌هایشان را با رویکرد سیاسی حل بکنند. البته در این نشست افغانستان و امارت اسلامی افغانستان دعوت شده بود، اما بنابر ملحوظات دست رد زد به این دعوت و امارت اسلامی افغانستان گفت که در این نشست اشتراک نمی‌کنیم. البته منابع بر رسانه‌ها تایید کردند که امارت به دلیل اینکه نمی‌خواهد به عنوان تروریسم پرور در یک نشست اشتراک بکنه، اشتراک نکرده و چون محور بحثی است که پاکستانی ها پیوسته افغانستان را به تروریسم پروری متهم کردن، افغانستان اینجا گفته که ما هیچگاه تروریسم پرور نیستیم و به این لحاظ در نشست های همچنینی، البته به قول بعضی از منابع که نامشان گرفته نشده و بعضی از رسانه های داخلی و خارجی تایید کردن، این گونه گفته شده. حالا امروز و به تازگی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه افغانستان آقای ذاکر جلالی سخنانی گفت و صحبت‌هایی کرد و گفت که افغانستان از یک بحران سیاسی و از بحران زدگی سیاسی به یک مرکز اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل شده برای منطقه. حالا آقای جلالی تأکید کرده که کشورهای منطقه باید به افغانستان به دید یک فرصت اقتصادی ببینند تا اینکه در مورد افغانستان در خصوص بحث بحران سیاسی بیاین تبادل نظر بکنن. البته قرار بود که از نشست منطقه‌ای در تهران در مورد افغانستان بیانیه مشترکی هم از طرف روسیه و ایران به نشر برسه که اون بیانیه مشترک تا هنوز به نشر نرسیده و اما وزارت خارجه ایران بسنده کرده در همین نقطه که در این نشست بر محوریت این که تنش‌های کابل و اسلام آباد باید از راه گفتگوهای سیاسی حل شود بسنده کرده. و اما آقای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صحبت‌های کرده در جریان نشست، در مراسم آغازین نشست و همچنان پس از نشست که افغانستان با ثبات در صلح در امنیت نه تنها که برای افغانستان مهم هست و برای مردم افغانستان مهم هست، البته به کشورهای منطقه همچنان مهم هست و این مورد بحث قرار گرفتن. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان آقای صادق خان در این نشست صحبت‌هایی کرد و گفت که حالا تنش‌های کابل اسلام آباد باید از راه گفتگو حل شود. افغانستان به نگرانی‌های پاکستان باید توجه داشته باشد. موردی هست که امارت اسلامی افغانستان پیوسته تاکید کرده و صحبت کرده و گفته که افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست، از خاک افغانستان بر خاک کشورهای دیگر به ویژه پاکستان استفاده نخواهد شد و ادعاهای مقام‌های پاکستانی و دولت پاکستان را مبنی بر استفاده شدن خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر بی اساس و بی بنیاد دانستند. بسیار تشکر. و همچنان اگر برگردیم به صحبت‌های از رئیس شورای علمای پاکستان هم که داشتن، جزئیات از این صحبت‌ها چی بودن؟ خب در جریان هستیم ما، شما و همه بیننده های عزیز که شورای علمای افغانستان، البته شماری از علمای افغانستان و مقام های حکومتی افغانستان تأکید بر این کردند که از خاک افغانستان هیچ کسی به علیه کشورهای دیگر و در جنگ های دیگر اشتراک نکنند. این موردی بوده که افغانستان پیوسته به او امر تأکید کرده و گفته که از خاک افغانستان کسی دیگر استفاده کردن نمیتونه به
عنوان مرکزی برای توریسم پروری و انتشار حراس افغانی. حالا اما این صحبت های علمای افغانستان یک جنبه دیگر در پاکستان گرفت و گفته شده که گویا علمای افغانستان حالا فتوا صادر کردند که بر ضد پاکستان جنگ صورت نگیره، که البته رسانه‌های پاکستانی گونه پرداز دادن که علمای افغانستان این گونه فتوا صادر کردند که TTP بر ضد دولت پاکستان نجنگند، که این گونه خیلی ها هم نیست. علمای افغانستان آمدن صحبت کردن و گفتند که کسی حق نداره از خاک افغانستان به علیه کشورهای دیگه بجنگه و در واقع اون مورد مشخص و واضح این است که در جنگ خارجی کسی اشتراک نکنه. حالا رئیس شورای علمای پاکستان آمده از این موضوعی که اونا به قول خودشان گرفتن آمده گفته که استقبال کرده و گفته که از خاک پاکستان نباید به علیه افغانستان استفاده شود و از خاک افغانستان نباید به علیه پاکستان استفاده شود. حالا رئیس شورای علمای پاکستان گفته که موضع علمای افغانستان و پاکستان متحد و مشترک هست، این که از تروریسم در هیچ جای حمایت و پشتیبانی صورت نگیره. این موردها اما یک قصه داستان دیگری هم داره که امارت اسلامی افغانستان پیوسته تاکید کرده که قسمی که قبلا هم یادآوری کردم از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمیشه و اون فتوایی که گویا صادر شده به این منظور است که دفاع از تمامیت ارضی افغانستان فرض و واجب بالای همگی هست و در جنگ‌های خارجی از داخل افغانستان کسی نباید اشتراک بکنه. بسیار تشکر. و همچنان اگر به این بپردازیم که همزمان با تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد فشار بر مهاجران افغان در پاکستان هم افزایش یافته. بله. در این اخیر ما شاهد سخنانی از وزیر خارجه آلمان هم بودیم. جزئیات این خبر چی است؟ خب اصل داستان اینجاست که مهاجران زیادی از افغانستان به کشورهای همسایه مهاجرت کردند، حالا به ایران، به پاکستان، به کشورهای اروپایی، به کشورهای آمریکایی و غیره. اما با اوج گرفتن تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان به ویژه در پشاور، در خیبر پختونخوا، در اسلام آباد افزایش یافته. تلاشی‌های خانه به خانه، حد حرمت و مصادره دارایی‌های افغانستان، شهروندان افغانستان در کشور پاکستان، اینا موردهایی هستند که از بارزترین فشارها بر مهاجران افغان هستند. و اما شماری از افغان‌هایی که درخواست پناهندگی به کشور آلمان را داده بودند هنوز هم پرونده‌هایشان بررسی نشده. تازگی وزیر خارجه آلمان آمده صحبت‌هایی کرده، گفته که امیدوار هست تا پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان بررسی شده و در انتظار انتقال به آلمان هستند قرار است که یک بار دیگر روند کارشان از سر گرفته شود و تا پایان سال روان میلادی به پاکستان به آلمان انتقال داده شود امیدواری کرده. بسیار تشکر از حضور در برنامه شما.